سرما ایستو. سرما مرا ببخش. ببخش. حیات برای هر انسان فانی است، هرچند هر کس آرزوی عمری دراز را میکند، میخواهد تا ابد زنده باشد. پولی درازی که تا ابد طول میکشد همین دنیای فانی است. دنیای فانی، انسان هم فانی. تنها کارهای کرده انسان تا ابد در خاطره ها میماند. کسی که اینجا بی‌وفایی کرد پاداشش را هم اینجا و هم آنجا حتما می‌بیند. اگر در اینجا کسی را از یاد براری، پس از رفتن تو هم از یادها میروی. شما رو، خانم رو خیلی یاد کردم. چنان یاد کردم که پدر جان، برای ما رو فهمیدنتون تشکر زیاد پدر جان. نگاه کنید من برای دخترم چی پختم. شوربای گرمکک. خور دخترم. به شما هم تشکر. خور دخترکم قوت میگیری. ها حاضر نمیتوانم، بعد میخورم. نه حاضر میخوری. به این نگاه کنید، پوست و استخوان مونده است. هیچ کس تو رو پرستاری نکرده است. هیچ کس به تو اهمیت نداده است. مادر، خدایا به همه چیز کاردار نشوند. دعا کنند که آنها رو به خانه‌مون راه دادیم. حلیمه بس کن. بخیر باشد. توی هر دوی دخترانم را میگذرانم. دو توی میکنم. در این دنیا با یک روی یگان کار حل نشده است. سنم در کجاست هاشم؟ یگان چی نشود گفته خواتیرم. یگان چی نمیشود. خیلی که میگوین نیتی بد نکن که بسرت نهایت. فکر نکن صدیقه، فکر نکن نمیشود. همین خیلی نه که حمزه. سرما چی شد؟ سرما گپ زن دخترم، چرا گریه میکنی؟ چی شد آخر؟ گپ زن سرما، گپ زن آخر. چی شد؟ ایسید دختر رو از گلویش نداری. سرما دخترم با ما بگوی چی شد؟ خانه‌دار شدم. چی؟ کی خانه‌دار شد؟ سنم با من خانه‌دار شدم. چی؟ دخترم تو میفهمی چی ها گفتش شده؟ تو چی ها میگویی؟ سرما خانه‌دار شدم. چی گفت شد؟ اگه حمزه زود به غضب نهایید، اول گوش کنید فهمید. چی شد است؟ با من هم نمیگویی؟ عمر با سنم خانه دار شدن نکی دوغن. وای بیشرف ها، وای احمق ها. احمق مرا هم انتظار شوید.
آنها را باید درس خوب دهیم. صدیقه میترسم که با عمر و سنم یگان کار نکنن. بیا ما هم رویم. شما اینجا مانید دخترم. انا من نگفته بودم. مادر جان چی شد مادر جان؟ عمر میگفتید انا گیرید عمرتان را موشی چای بگناه را. اکنون چی کار میکنیم؟ مادام که برای تصمیم گرفتن ما رو مجبور کردی، سیر گفتی، با نتیجه هایش طاقت میکنیم سنم. میترسم. تا تولد شدن کودک کوشش میکنیم این نیکای موقتی رو نگاه داریم، چیزی که نشود. چی میترسی؟ من هم اکنون حالی ندارم که این طرفی کار رو فکر کنم. تا تولد شدن کودک باید طاقت کنیم سنم. برای دو جان رو نجات دادم، دو جان دیگر رو سوزاندم. اومدم. آرام شو، من میکشایم. در را کشاید. کشاید در را. کشاید. امک امک بس کنید. چیکار میکنید؟ گپ راست است. یک طرف است. زدنگیر اونو رو خلاص کنید اینجا بکنم. زن سختر زن اگه همسا بس کنه چه کار میکنه؟ شما زیر شده یک طرف آنیا دخترم سنم با تو چی شد دخترم که بدوها کرده سنم چی کار کرده سالی رفته من رو هاشی دختر نداریم رفتیم بیا رفتیم دیگر این خیلی دختر ما در خورنه بیزرم اومد چشمانت را کچو یک نفر کمک کنه داخل باز کنه میروه بینام شفچاو کمک کنه انتخاب کن طرفداری کی هستی. کمک کنید اکای همسا کمک جواب ده میشونم میمورد کمک کنید آخی رو میمورد کی عمر پیسرم خیز اومد خیز پیسرم ای عمر خیز چرا با من چنین کردی عمر چرا خفه نشو دخترم عاقبتش معلوم بود بسیار فکر نکن چی غیر از عمر دیگر کس نیست به هر طوری مویت 100 جوان آویزان من این خیلی شدنش رو میدونستم دیدی دخترم من به تو بدی نمیخواهم التماس مرا تنها گذارید مادر التماس مادر جان رفتیم او رو تنها گذاریم خدایا من چیکار کردم رفتیم مادر جان رفتیم اکرم قبول نمیکند
عقل شما با بد کردن من میرسد. برای شما عمر فرشته است. دیدید فرشته‌تون رو؟ بام بیناموس امروز تو لغت کم بود. چیکار کردید فکرت؟ آقا شما باید اول سببش رو از عمر میپرسیدید. میفهمید؟ او رو گوش میکردید. چرا فهمیده گوش میکنیم؟ همش معلوم است. بیخبر از آیله چکل خانه دار میشده است. درباره وی آدمی بیشرا گپ نزنی خوب. عصبایم رو از کار نبرار. چی شد بیبی جان؟ آه سنم، دختری بدبختم. با دکتر عمر چه شد؟ دکتر نامدار شد. خدایا به نزد یک بیماری وزنی رفته است. در بیمارخانه سنم، دکتر نیست. سنم، زود رو آرام به تاکسی ترجیلی برید. من به خانم سرما زنگ میزنم. تمام. خیلی سیخ شدم سرما. به خدا حیران شدم. عقل شیطان نمیرسد. پنهانی از پشت چی کارها میکنن؟ برای ما نگاه کرده از پشت تیغ میزنن. به خدا دهنم باز موند. دوغم التماس تنها بودم میخواهم. دوغم او رو به حالش گذار. بیا دوغم. سرما جواب نمیدی؟ از بیمارخانه الو خانم سرما، دکتری نابدار به نزد یک بیماری وزنی رفته است. آقای عمر زخم دار است. زود اومده میتوانید. در بیمارخانه دکتر نیست. احوال آقای عمر خیلی وزنین است. الو چی میخواهند دخترم؟ حالی عمر وزنین است. مرا به بیمارخانه جیغ میزنم. اون مرده انگیرد. نمیروی سرما؟ نرو دخترم. و تو خیانت کرده از باز خوبی میکنی؟ سرما تو دکتر هستی. تو سوگند خورده ای. بس مرا مجبور نکنید. چی کار کردنم را خودم میدونم. بیا علیه رفتیم. او رو بسیار عذاب ندهیم. رفتیم دخترم. رفتیم. بیا یاکوب. من سرما دم گیرد. به خود بیاید. به بیمارخانه جیغ میزنند. عمر وزنین است. او باشد نمیرود. عمر پسرم چشمانت را کشو. عمر اجازت میدید؟ البته دخترم به سرما خبر دادی؟ حاضر زنگ زدم میایم. زنم دخترم به فکرم حال شما هم خوب نیست. بیاد شما رو به دیگر روی تو خوابونم. رو دخترم رو. ای خدا جان حیرانم. نمیدونم چی کار کنم. پسرم. سرما التماس به من گوش کن. دردت رو میفهمم. میدونم که تو سخت در غضبی. لیکن نمیفهمم که چرا دکتر سرما وظیفه اش رو اجرا نمیکنه. اگر این خیل سستی روده باشد از کسبش دست کشد، یا اینکه حاضر خسته زود به بیمارخانه میرود، یا اینکه او رو دیگر حرمت نمیکنم. سرمایی که من میشناسم به کسبش صادق بوده وظیفه اش رو اجرا میکند. دشمنش هم باشد رفته تبابت میکند. یا اینکه من خطا میکنم سرما. ها سرما میروم. ایستا دخترم. باز او رو رفته تبابت میکنی؟ تو قدر خودت رو میدانی یا نه؟ نرو. سرما دخترم. رفتیم.
با تو کی مراد حقش انا امین با دختری من دیدی چی شد؟ دخترم را فریب داد سرما ایسا دخترم نرو. اکه حمزه همین خیلی گم میکنید با دخترتون یگان چیز گویه داخل. من هم برایم که میدوند چی میشود. سرما دخترم صبر کن، من هم میروم. اینجا بیا مرا سرده آشیم سرده برای دخترم میروم. اکنون ما سرم بخوری دختر نداریم فرزندمون آشیم مادر نداریم به هیچ کجا نمیروید. هرچند کم هم باشیم لیکن یک جا هستیم. باید هممون جمع شده با یک قرار رویم. عمر چرا این کار را کردید؟ آخر تو یگان کاری بد نمی کنی. پس چرا از ما پنهان کردی؟ مادامی که با سنم خاندار شدن خواستی چرا نگفتی؟ لااقل به من میگفتی عمر، چرا نگفتی؟ میدونم که تو سرما رو از جان زیادتر دوست میداری، میدونم که دروغ نمیگویی و هیچ کس خیانت نمیکنی. در بین عدلی ها از همه آدمی درستویی. پس چرا این کار رو کردی؟ چرا؟ میدونستم که میایی. تشکر دخترم. اما جان مرا با بیمار تنها گذارید. البته دخترم، البته. جوابی تشخیص بعد از یک لحظه تعیین میشه. احوال عمر چه خیلی است؟ خانم سرما اومدن. آقای عمر رو از نظر میگذرانند. ببخشید یک لحظه. خانم سرما در کجاست ندیدید؟ در اتاق دویم آقای عمر رو معاینه میکنند. تشکر. سلامت باشید. عمر چقدر زود فراموش کردی. ما برای چی به محله آمدیم عمر؟ آن محبت صمیمیت کجا شد؟ گفته بودی که به من نمیتوانی، چرا با من دروغ گفتی؟ چه آرزوهایی که نداشتیم عمر. همه رو برباد دادی. چرا این کار کردی؟ من به تو چی بدی کردم که این رو با من روا دیدی؟ به تو خیلی باوری داشتم. تو رو از جانم زیادتر دوست می داشتم. سنم رو دوست داشتی، پس چرا من رو فریب دادی؟ چرا با من نگفتی عمر؟ چرا پنهان کردی؟ چرا با دل من بازی کردی عمر؟ چرا؟ چرا؟ دوغن
عمر تو بلای سرم شدی، بلای سرم هستی. تو باید از این محل روی و خیلی زود روی. سرما همشیره کجایید؟ جواب تشخیص ها رو دهید. مرحمت خانم. خوب یگون جوهشون نشکسته است، سرشون هم آسیب ندیده است. جراحتشون رو بندید و پگاه میتوانید جواب دهید. شفا یابید آقای عمر. با اجازت دیگر بیماران مرا انتظارم. حالتش خوب است دخترم؟ خوب است. میتوانید به نستش درآیید. سرما، بیمار رو به کدام اتاق خواباندید؟ من هم شما رو میگفتم خانم سرما. اتاق دیوم طرفی چپ. سرما، خیلی که گفتم اکنون کاری شده شد. بعد از این با یک قرار اویلوی باید بیاییم. قرار اویلوی میگویی و در بینمون بگونه هم هست. علیما گفتنی هستم که عمر و سنم داغ سیاهی اویله امان شدن. تا حال اویلهمان با این خیل وضعیت نفتاده بود. این خیلکار به عزت نفسمون رسید. علی در اینجا میشدی روی حقیقی بچه عزیزت را میدیدی. خیریت که پدرم این روز خور را ندیدن. شما مقصدتون را گپ زنیده که چیکار کنیم؟ همه یک جا شده چی قرار میبراریم؟ عمر چی حال دارد؟ صحت میشود. یاسمن جوابی تشخیص های خانم سنم کجاست؟ خواهید رفته میارم خانم سرما. مایلش رفته آورید. یک لحظه. آفرین به تو. آفرین. از تو این رو انتظار نبودم. عمر رو از من دزدیدی. آفرین به تو. آش شود. حتی عقل شیطان به کاری که تو کردی نمیرسید. آخر تو. آفرین. تو رو از من دزدیدی. خانم سنم برای تینج کردنی اویله به این محله آمده بود. همین طور نه؟ خانم سنم نقشش رو خیلی خوب بازی کرد و خیلی زود موفق شد. تو ما رو سوزاندی، نابود کردی. به این اویله از همه خیانت کلان رو تو کردی. تو دل نداری مگر؟ تو آداب و اخلاق نداری. نیتت رو شد روشن میگفتی این کار رو به خوبی حل میکردیم، لیکن تو مرا شرمنده کردن خواستی. تو میفهمی که در نزد آدم ها شرمنده شدیم. تو این هیله رو از کجا آموختی؟ تو چه خیلی معلم هستی؟ تو به طلبه ها چی را آموزانده میتوانی؟ چی را؟ این جواب تشخیص های خانم سنم. چی شد خانم؟ یکون چیز جدی است؟ نه هیچ چیز نه. من آن دکتری نبادر اومد. باید نشون دید. آقای دکتر قرار اویله‌مان رو میگویم. بعد از این عمر و سنم که داغ سیاهی اویله‌مان شدن اعضای این اویله حساب نمیشوند. دیگر یگان عدلی در این محله با آنها گپ نمیزند، حتی سلام نمیدهد.
کسی که به این قرار اطاعت نکرده با آنها وا میخورد یا به خانهشان میرود، مثل آنها از عائله رانده میشود. شنیدی خانم صدیقه؟ این گپا اول به تو دخل دارد. اکنون دخترت را فراموش کن. من فراموش کردم، تو هم فراموش میکنی. آخر این ناحقی است آقا. آنها رو به اینجا دعوت کرده، باید جوابشون رو گوش میکردیم. چرا گوش کنیم؟ همش معلومش نمیبینی؟ پدرم راست میگویم، وقتی گوش کردن نیست. قرار است. به این قرار یا اطاعت میکنی یا جزایت رو میگیری. همین طور نه اما سرما دخترم، شنیدم که آقای عمر زخم دار شده است. خواطر شدم احوالش خیلی است. انشاءالله یکون چیزی بدل شده است. اما که قربان معلوم است که زخمی تو وزنین تر است دختر. هارون، شرم دار. حیفی تو باید درباری عمر می بودی. عمر در روزهای مشکلی تو مگر دربارت نبود؟ من دیگر علاجی نداشتم. از دستم هیچ چیز نمی اومد. این قرار عائله است. از سعیده دیگر جدا شدن نمی خواهم. عمر می بود تو را در این خل وصیت هیچ گفترد نمی کرد. مادر جان التماس، به او کمک کرده نمی توانستم. از دو سر او رو می زدند. چیکار کرده می توانم؟ مادر جان، دیگر از گریختن بیزار شدم. حیفی تو پسرم. مردیگری کس در همین خیل حالت ها معلوم می شود. عمر، در روز چند پروانه یک جایه به سر میبرایند. آنها پرواز کنان چنان از تهدید صحبت میکردند که چه خیلی گذشته این وقت رو نمیفهمند و گویا در گرد اطراف بغیر از آنها کسی دیگر نباشد. خیلی وقت میگذرد، بیگاه شده تاریک میشود. پروانه ها چیکار کردنشان رو نمیدانند. خدایا برگشتن لازم. آنها چطور برمیگردند؟ هوا خنک، شمالی خنک میوزد، بالهایشان یخ میکند، هر چورشان در حراس میمونند. از دور روشنی رو میبینند، امیدشان دوباره زنده میشود. از بینشان یک پروانه میگوید که من رفته میبینم، اگر برای ایستادن مساعد باشد آمده خبر میدهم. رفیقانش را در تاریکی مانده و سوی روشنی میپرد و یک دور زده برمیگردد. خیلی جایی روشن، لیکن نمیدونم میتونم در اونجا ایستادن یا نه. بعد از این گپ‌ها دویون پروانه میگوید معلوماتی ناپوره. من هم یک رفته دیده برمیگردم. بعد از چند وقت برمیگردد. این به یک چیزی مانند است که میسوزاند و یک دیگر نگاه میکنند. دویون پروانه میگوید که نوبتی من است و به راه میبراید. بعد از چند وقت برمیگردد. این هم به یک چیزی سوزنده و هم یک چیزی روشنی دهنده مانند است. در درون شب رو روز کردن غیر امکان است. این گپ‌ها را شنیده پروانه چهارم اجازت پرسیده و راه میبراید. در گردش هم یک دور میزند، میبیند که تماما دیگر چیز است. از دور دیده نمیشود، آن نزدیکتر میشود. هر وقتی که نزدیک میشود آتش شکل دیگر میگیرد، میسوزد لیکن خاکستر نمیشود. روشنی میکند لیکن چشم را پر نمیکند. باز کمی نزدیک میشود باز کمی. هر وقتی که نزدیک میشود شم رنگی دیگر میگیرد. در سر شم یک روشنی دیگر میسوزد. میبیند که این اشک آتش است. کسی که میسوزد سیرش را نمیدهد. سوزاندنش از آتش دوزخ هم بدتر است. سیرفاش شده است، افته خود را به درون آتش میزند. در اون تر میرود میبیند اکنون به قفا برگشته نمیتواند.
میفهمد که سوخته ایستاده است، لیکن غم خوردن فایده ندارد. احوالم را بگونه ها نفهمن میبید پروانه. در آتش میسوخت، دیگر رفقانش آمدن لیکن او را ندیدن. از یگان چیز باقی نمانده بود، عشق همین چیز است. سیرت را گفتی در آغوش میگیرد. بله دخترم، چنان در آغوش میگیرد. فکر میکنی که از آتشش نجات یافتم، لیکن دنیا برایت همین قدر تنگ میشود که همه وقت آن آتش را میکاوی. لیکن سیر را گفتی از سرت میمانی. سرما دخترم، این گفای همه که قربان او همه وقت میخواد میبرد. خواهی من رفتم. عشق همه وقت سوختن است. شاید میگوید طبیب دستت را از زخمم گیر، من با دردم شادم. عشق اول با گپای زیبا شروع می شود، بعد پرده محکم می شود، صحنه خالی می شود، تنها هنرمند می ماند. همون وقت همه چیز با سری پنهانه با آدمان گپ می زند. مجنون شوی در راهی مولای لیلا می شوی. اگر لیلا شوی با عقل مجنون برای سیرهای در دل پنهان. این چیزها رو فهمیدن خیلی مشکل، طاقت کردن مشکل، زندگی کردن هم مشکل است. البته تو بیفایده خواندی مگر مشکلی بودنش رو تو نفهمی که میفهمد. من گفتنی هستم که تو باید مثل پروانه چهارم شوی، فهمیدی دخترم؟ سوزی بود لیکن شقت رو نباید نشان دهی. ان همون وقت به سوی معشوق میروی. هر یک حادثه یک به یک شده میشود، همه چیز آشکار میشود. لیکن فراموش نکن عشق انتظاری جواب نمیشود. اگر انتظاری جواب شوی بدنام میشوی، به بیزبانی مردم میشوی، کمی غیبت میکنن. این هم انسان را لگد زده میایستد. لیکن تو با عقل هستی، موفق میشوی. بله تو به عقل و به سواد نیستی که در نیمه راه مانی. اما که قربان، من اکنون چی کار کنم؟ حیران موندم. اگر تو سوزی دخترم، از من چرا درمان میخواهی؟ اکنون به دردت خودت طبیب شو سرمه. میلش گپ بسیار بی خطر نیست. تمام خدا حافظ. خانم سنم حامله دار بود است. کودک از کی باشد؟ توبه. از آقای عمر باز از کی میشد؟ نخواهی این راست باشد. من فکرم خبر نداری خانم سنم با آقای عمر خانه‌دار شدن. چی؟ توبه. از خانم سرما برای همین میگیرد. از افتش حامله دار بودن خانم سنم رو پنهان کردنشتن. انا بین. ای خدا، ای خدا. عمر ما چی کار کردیم؟ یکون چیز بگو عمر، دیگر نمیتونم. با اونها همش رو میفهمونم. رفته بگم که تو یکان گناه نداری. میگم که برای شرمنده نشدنم با من خونه دار شده.
دست نمیکشم هیچ وقت. لازم شود و سر این محله دنیا را چپه میکنم، لیکن از سرمه دست نمیکشم. میبینند باز چی ها میشود. همه میبینند که عشقی گم کردم را باز یافتم. او را در نزد همه شرمنده نکنم نمیمانم. اما درختم کمی آدمی خوب شدن لازم. این هم کم از درختم. کدام عائله‌ای که مرا بد نگاه میکند نابود میکنم. یگان انسانی تازه نمیمانم. با آنها نشان میدهم که ردی معرکه شدن چی است و چی خیلی دردناک است. وای 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 میگریختی ها؟ با هیچ کجا نمیروی؟ فکر کردی به نزد دختری به اخلاقت میروی؟ نه زود وقت آمده را گفتم سرده من دخترم رو دیدم نخواه گنده هم باشه دخترم از داخل. صدقه تو مادری او باشی من پدری او هستم. پدرش بودم. من چکاری که پدرش بودم فراموش کردم. تو هم مادر بودنت رو فراموش میکنی. فهمیدی؟ مادر؟ وقتی گریختن اون رو داشتم. مادر این قرار اویله همون است. تا امروز به همه قرارهای عدلی ها اطاعت کردیم، بعد از این هم اطاعت میکنیم. آفرین پسرم آفرین. گبزن با این گبزن که فهمد. مادر بعد از این نه شما دختر دارید نه من خواهر. آفرین پسرم آفرین. بس ینگم رو به حالش گذارید. شما دردی مادر رو از کجا میدونید؟ رفتیم ینگه جان، رفتیم به خونه درویی. اگر خواهی امروز از مکتب اجازت باید تو اجازت گیری. یک به خودت نگر. برای کار محمود. تشکر توپگو. صبح بخیر اکای محمود. از پگاه سر کرده با ما هم شیر میارید. در یک هفته 2 بار بیارید بس. تا با سر بر وقت رویدن برکت روزم نموند. اکای محمود رفتیم دیر نمونیم. صبح بخیر خاله جان. مرا خاله نگوی فهمیدی؟ هر دویتون رو حرمت میکردم. شما یان یگون ذره شرم و حیا ندارید. عقلم بر اومده روید که با کودکان نمونه نشوید. البته اگر کمی غرور داشته باشید. خاله جان شما چی میگید؟ روی با من دست نرسان. خودت رو موسیچه بیگناه نگیر. شرم دار شرم. سلام خانه شوی ما رو هیچ کس قبول نمی کند و این چیزا اهمیت نداده نمی شود. لیکن در بین یک کودک بیگناه است. یک امانت خداوند. اکنون چشمانمون رو پوشیده به تقدیر تن میدیم. به همه چیز صبر میکنیم و خودمون رو بوی نمیدیم. خیر خودت رو احتیاط کن.
بله آقای دکتر، این داروی زهر را به یگان بیمار داده. فرصتی اولین جنایتت رو مهیا می سازم. مرحمت میدان است تو؟ هارون چی شد هارون؟ این قرار اویله است که عمر با شما گپ زدن من است. چی خیلی؟ ببخشید که عمر. تو هم هارون. صبح بخیر. حیفی تو عمر. و تو برای کار بهتر. این کار تمام. اکنون نوبت به خانم سنم. خانم سنم صبح بخیر. صبح بخیر. خانم شما خیلی معلمه خوب هستید. مراد هم شما رو خیلی دوست می‌دارد. و در گوش مراد یک زخم پیدا شده است. جراحی کرده میگیریم باز پیدا میشود. سببش رو نمیدونیم. طبابت دوام دارد. آمدم به شما گویم که از او باخبر باشید. به دیگر معلم ها هم گفتم. البته خواطر نشوید. تشکر. رفتیم مراد با درس دیر نمونیم. معلمه چیزهای شنیده‌ام راست است؟ با آقای دکتر خانه‌دار شدید میگویند نه خود او از نامزدش جدا شده باشد. باز دیگر چیزها هم شنیدیم. فکر میکنم این موضوع به شما دخل ندارد. به ما هم دخل دارد معلمه. ما باید دانیم که پسرمان را به کی سپاریدیم. اپای ملک، اپای ملک. آه صبح بخیر اپای ملک. صبح بخیر، صبح بخیر. ای بچه شو دیگر به خانه ما نمیایی؟ اما که سلیمت از تو خفه شده است. به داغن نوشیدن مزه ندارد میگوید. میایم اپا میایم. این وقتا خیلی سرکارم. اپا از شما یک خواهش دارم. یک کارم برآمده است. اگر این کارو کنید به خدا هم به شما و هم به امکی سلیم چیزی که خواهید میدهم. اول گپ زن کنی چی میخواهی؟ درباره معلم سنم گپ ها رو شنیدید؟ بله بله شنیدم. به سرمه دلم میسوزد. عمر را سنم استگی بینیش کشیده گیرید. گوش کنید. اپا جان در اومدن ممکن؟ اپا جان منم خیلی زیقم. برایت یکم کار کرده میتوانم؟ نه سیده نه. امروز به بیمارخانه نمی روی؟ اجازت گرفتم. خدایا دخترم چی خیل است. نگاه کن به دخترم چی پختم. گرمکک نوش دخترکم. عمر رو فراموش کن دخترم. تو به سنم تشکر گوی. اگر عمر به تو خاندار میشد و جدا میشد چی کار میکردی؟ تنی گمزن چی کار میکردی؟ نجات یافتی. شکر گوی دخترکم. مادر جان بس کنید بازی وقت این گپا نیست. من چی کار کردم؟ و شما خوبی هم کردن نمیشود. خدای توبه. نوش چایتون را خنک نشود. همش میگذارم. امروز همه هست بچه ها؟ بله معلم همه. خیلی خوب.
ارجان تو چرا تنها نشسته ای؟ معلمه آخر رو بیمار است نه سلطان. گلویم درد میکند معلمه. با نزد دکتر رفتی؟ رفتم دارو داد سیاد میشه گفت دوستانم برای سلفیدنم در نزدم نمیشینند با من بازی نمیکنند. بچه ها در حقیقت همین طور میکنید؟ یعنی کسی که بیمار شد او رو در حال از بینتون جدا میکنید؟ معلمه ممکن است برایم. البته ارجان. آمدم اطاقت کن. دوغن بیا در خوب کردی که اومدی. بیا. وای سرما هم تو را انتظار بود دوغن بیاید و هر دو بریرون برایم هوای تازه گیریم میگفت. سرما دخترم نگاه کن دوغن اومد. بیا درو. آیا شما میدونید که یک آدم رو از بین مردم جدا کردن چقدر بد است؟ به دوست و رفیق ماندن چقدر عذاب است؟ میدونید؟ تصور میکنید؟ تصور کنید که درد دارید و اون رو به کسی گفته نمیتوانید، یا اینکه درد دارید و کسی به شما هم درد نمیشود، همه از شما حذر میکند، خود رو دور میگیرد، آخر خود رو یک مرتبه به جای ارجنگ گذارید. بچه ها شاید این سلفیدنی از عصب باشد و از تنهایی شما خود رو از او دور میگیرید، بیماریش اوج میگیرد. اگر او در بین شما باشد شاید بیماریش زودتر شفا یابد، چون که قریب تمامی بیماری ها از عصب است. بس کنید بچه ها، به خاطر من، برای من چیزی مهم آن است که هر چیزی که در مکتب می آموزید در زندگی استفاده برید. مراد رفته در نزد ارجن شین. التماس مراد در نزد رفیقت شین. نه نمیخوام. برای اینکه باید 3 نفر شینید. دیگر کس شیند من نمیشینم. مراد با تو گفتم. من نمیشینم معلمه. چرا من شینم؟ در این صرف تنها من هستم. من با تو شین گفتم مراد. نه نمیشینم. مراد ایستو گفتم. مراد کور هستی مگر؟ این چه رفت؟ مراد من تنها از چی شد با اون خدایا زود با بیمار خودم بردن بازید. مراد بچه با اون چی شد؟ مادرت ناومدند؟ نه ناومدند. تا وقتی توی نمی آید از جنجال میگریزند. راست میگویی؟ اکای عمر رو دیدم، میدونی از وی گریختم. یک چند وقت همین خیل میکنیم، علاج نداریم. راست اول توی شود. و بالای تپه میبراییم، آن جایها خیلی زیبا است. روید پسرم روید، سیر و گشت کرده از نزد بیمارخانه گذارید. عمر خفیده مرد، چرا میرنجید؟ بر قصد او خندیده گذارید. روید خوشبخت شوید. کودک خانم زنم از آقای عمر بوده است. انا بگوی چه خانم سرمه اینقدر تو چه ها میگویی؟ نه تنها من بلکه تمام این محله میگوید. تو چه ها میگویی؟ بس کن. من رفتم. خیر همشیره خودش چی گفت؟ هیچ آقای عمر هیچ. باوری دارید؟ همشیره یک بینید دورش تمام شد. اجازت میدهید آقای عمر؟ مایلش روید. من شما رو میبرم. ای کجا برای چی مادرم بره؟ چی شد؟ چی شد؟ برای چی مادرم بره؟ زود میدونی بعضم به خودم قهرم می آید. بی عقل
چرا نخوندم؟ چرا یگان دانشگاه رو ختم نکردم؟ با خدا کلای من خوب کار میکرد. حتی معلمه مکتب گفته بود، او گفت که از تو سیاستچی خوب میبراید. لیکن من چی کردم؟ از درسات تویی میگریختم. مرا هیچ کس جنگ نمیکرد. تو همین رو میدانی؟ دریا داری؟ یاد داری؟ در صنف پنجم میخوندیم یک مثال متماتیک رو هیچ کس حل کردن نمیتوانست، لیکن من زود حل کردم. میدونی من با چی قرار آمدم؟ قمار، سیگار و عرق نوشی رو میپرتایم. یک آدمی درست میشوم. با خدا دیگر گناه رو به سر پدر و عمکایم نمیپرتایم. کتابی بدی میخونم. با اینترنت در آمده به صحیفه‌های مدنی آبونه میشوم. با خودم یک پیشروی میکنم. حاضر آدمان دانشگاه رو ختم کنند هم یگان بلا را نمیدانند، غیر از تو البته. مقصدم دانشگاه رو ختم کردن نیست، خودم رو صاحب علم میکنم. همینطور نیست سرما؟ دوغن بس است. تمام طاقت کن همش نرم میشه. آروم شو حاضر دورو میکنم. همش میگذاره. شو تمام. در اینجا باید از دوروی تصمیم گیرنده باشم. انا یو همشیره رو جیغ زنم؟ نه من خودم میکنم. بابا خدا مادرم بابا زنده. آروم شو حاضر همش میگذاره. آروم شو التماس با بیرون بروید. التماس با بیرون بروید. التماس میکنم. خواهش میکنم با بیرون بروید. التماس خواهش میکنم بروید. آروم شو مرود گفتم کردیر همش ناز میشود. تمام درد نمیکند. شد مرود همش میگذارد. نترس. سرما همه وقت در نزدت می شوم. یگان مشکلی شود من تیارم. میدانی این روز را خیلی انتظار بودم. با تو یک جا نشستن، تنها با تو. منو به حالم گذار. سرما ایستا سرما. من انتظار می شوم سرما. اکنون راهی گریز نداری. غیر از من دیگر تو نزدیکی می روی. هم دردت و هم خوشبختیت من می شوم. حالا می بینی. فکرات تو نمی روی؟ میروم پدر. برای سنم شده کارهای دکانمون مهم. رفته یک حساب ها را بینیم، چخیلی که میگوین باور نکن به دوستت کابجا کند به پوستت. رفتیم. ینگه جون به کجا می روید؟
سراسیمه نشوید. سنم حاضر در مکتب است. بگوه میروید. نه دخترم نه، بگاه رفته نمیشود. از این هوشیم و فکرت گریخته میشود مگر از همه وقتی مساعد حاضر، حالا که آنها نیستن زود رفته میآیم. میلش خیر میلش. شوشی تمام گذشت مراد، گذشت. خوب میشه، خوب میشه. انا شد نترس. تمام آروم شو. انا تمام مراد جان، نترس. تمام شد. ببخشید معلم. مرحمت، میتوانید دروید. مراد جان چه حال داری؟ خوبم مادر جان. معلمه به شما گفته بودم که از گوشش ندارید گفته بودم. چیکار کردید؟ از شما با مدیریت کل معارف شکایت میکنم. مادر جان گوشم رو معلمه سنم نکشیده است. برعکس او مرا به بیمارخانه آورد. مرا ببخشید معلمه. شما تشکر زیاد. تشکر معلم. تشکر زیاد به شما. شفا یابی مراد، شفا یابی. من هم به مکتب میروم. بگوه میبینیم. شد سامان رفتی. استفاده برده است. یگان چی نشد. نباشه تأثیر نکرد. یا اینکه فهمید. نخود فهمیده باشد. شما در اینجا چیکار میکنید؟ من از آقای عمر دارو میگرفتم. آن رو بردارید. این دارو رو استفاده بردن ممکن نیست چون که آن به زمین افتید. چی شد؟ کودک آرام نایستاد. از درد به دست آقای عمر زد. دارو به زمین افتید. این رو بردارید و براید. البته. ببخشید. الو اپای ملک. امروز یک چیز میشود. منم میبینی. به شما باوری دارم اپا. تو هم نخورد آقام. برای مردم رو خیزاندن. از این بهتر فرصت نمیابی. فهمیدی؟ به همه مادران چنان گپ‌هایی گفتم که اگر میشنیدی. اگه مثلا حاضر نیست و بیمارخانه رفته است. همه رو انتظار شوید. سنم آماده ایستاده است. شما آماده باشید. میلش آقام. تو هم نخور. مادر سنم دخترکم چرا این کارو کرده دخترم؟ چرا خبر نداده؟ من مادری تو هستم دخترم. نخواد کس از مادری خودش این کارو پنهان کنه داخل. مادر جان و من اجازت نمیدیم که با تو بخور. شما رو از آیله جدا کردم. من به تو چیکار میکنم دخترم؟ تو یک دختر نبودی آخیر. هر دویتان آدمانی درست بودی. در اینجا چی گته هست؟ گپ زن دخترم. چی شد؟ مادر جان التماس. پدرم راست گفته بودن. به اینجا آمدن شما رو میدانستن. رفته مادر؟ نمیروم. تو ایله همان رو شرمنده کردی. کاش که به این محله نمی آمدی. سلام دخترم. سرده مرا. مادر. سرده. مادر. فکرت سرده گفتم. سرده مرا. رفته. سلام. هیچ کس مرا از دخترم جدا کرده نمیتواند. هیچ کس. بس کنید وگرنه شرمنده میشده. سرده. سرده گفتم نمیروم. مادر مرا مجبور نکنید. خیزید. رفتیم راه کرده.
مادر جان مادر جان انا اومد تو با کدام روی به این مکتب میایی؟ انسان کمی شرم میدارد فرزندهایمون رو به دست تو بر این معلمه سپاریدن نمیخواهید همین تازه درست میگوید اونها از تو بر این معلمه چی میآموزند؟ رفت شو این مکتب اکنون جایی تو بر اینها نیست نمیدیه رفت شو به این مکتب آدم های بی اخلاق و بی شرف نمیدرویند فرزندهایمان رو به تو بر این معلمه دادن نمیخواهیم ما فرزندان خود را به تو باور نمیکنیم رو از اینجا ما فرزندان ما بچه هایمان نزدیک نشو تو اول رومیلا شدی بعد رو گرفتی پدر با اخ مرسید شما رو به نزدیک دکتره ما فرزندهایمان رو به تو بر این معلمه دادن نمیخواهیم فهمیدی؟ رو از اینجا رو به نزدیک دکتره او رو جمع نکنه ارجم زود به صفت دارم من معلمم را دوست میدارم چون که او من را دوست میدارم ارجم زبانت رو کنده میپرتویم او معلمه من است ارجم کنی به صفت را انا دیدید حتی پسرم را لکه از رو برآورده است ما تو نمیخواهیم جوی توی مکتب نیست دخشا در اینجا چی گفتی؟ من چیزی رو نفهمیدم رو از اینجا دیگر در اینجا نایی با فکرم در برای معلمه سنم پیبرها زیاد شدن برای همین قرقا برداشتن چی شد یا خوب؟ حاضر می آیم با سنم مجتر به همه این طاقت میکرده باشیم شما چی کار میکنید؟ خیلی خوب است او را مثل مادرمون دوست میداره ما با او باوری داره بله باوری داره اون معلمه خوب است خوب بله خوبه انا شما دیدید علاقه بچه ها را از راه برآورده همین خیلی نگاه کرده نیستی آنها با این راه مشکلی حل نمیشود شما هم شاهد بودید که بچه ها معلمشان را خیلی دوست بدارند التماس به خانه هایتان روید ما یگان چاره میبینیم خیلی میرویم آقای مدیر بینید چشم بچه ها را بسته است او جادوگر است جادوگری هم کرده است مادامی که مکتب یگان چاره نمیبیند فرزندانمون را از این مکتب میگیریم چرا ایستاده اید دیرید آخیر کنی ارجم پشت را گفتم آروم شوید این کاری کردتان خوب نیست التماس آروم شوید آقای مدیر از بالای شما هم شکایت میکنید چون که این بی اخلاق را در مکتب نگاه میدارید راده ببخشید آروم شو سنم آروم شو سنم همش میگذارم سنم شد سنم همش لغز میشم سنم گذشت شد بیا رفتیم سلام علیکم از همه انتظار بودم لیکن از عدلی ها این خیلی چیز رو انتظار نبودم با خدا باورم نمیاد صادق تو از اینجا رو گفتن گیرند بچه ها یک بیاخلی کردن به روزگی ما خونه‌دار شدن البته جزایشون رو میگیرن من فکرم شما خبر نداره تو چی ها میگوی صادق؟ سنم حامله دار است میگویم تمام محله میجوشد چی؟ باور نمیکنم تمام دوان همش رو به آنها گفتم آنها دویده رفتن کار تمام
چه خیلی که میگویند خبری بعد زود پهن میشود. گپ‌های نو رو شنیدی داغم؟ از ما چی میخواند عمر؟ من با اونها چی بدی کردم؟ نه خود که خانه دار شویم اون همه قدر کاری بد باشد. فهمیدم سنم. چی رو؟ در بیمارخانه از تشخیص گذاشتی، نتیجه ها برآمدند. بله. به فکرم یکی از همشیره ها فهمیده است. یعنی اونها گمان میکنن که خدایا این ناممکن. با این طور گناهگار کردن نمیتونم. همش از برای من. شد سنم، در خانه گپ میزنیم. شد. آرام شو. بی‌ناموس‌ها کجا رفته باشند؟ کجا رفتن این بی‌ناموس‌ها؟ میکشم، هر دویشون رو میکشم. نه در بیمارخانه و نه در مکتب. این خیلی باشد به خانه رفتم. همه این محله درباره آنها گپ میزنم. انا برای چی زود خانه دار شدن؟ من چند مراتب به شما گفتم. به گپم گوش نکردید. حتی از تو مشتم خوردم. ببخش مرا داغم. مقصد من سنم را از عمر نجات دادن بود، اما مرا برعکس فهمیدید. رفته در خانه اشون جزایشون رو میدهیم. رفتیم. وای بر این چرخی دنیا وای. چی شد اما که قربان؟ راهگر ایستا یک دم لخک. باز میجهی تو در این دنیا چه ها شده ایستاده است؟ چه ها؟ کار به محور حقیقت رسد. آدمانی که راست زندگی میکنن کج میتابند. کج زندگی میکردگی ها راست میتابند. کسی که به گپش میایستد خار میشود. گپ چی است؟ نمیدانند. کسی که از روی عدالت زندگی میکند بیگانه میدانند. به ناموس ها چپک میزنند و ناموس را به ناموس میگویند. به ناموس ها را قدر میکنند. کسی که مرد است در گپش میایستد شرمنده میکنند. کسی که دروغ میگوید در گرد و اطراف وزیرش میحسابند. کسی که اخلاق دارد با مشکلی دچار میشود. کسی که اخلاق ندارد او را حرمت میکنند. الو؟ چی شده؟ اما که همزمان فهمیدم همه باید جمع شویم. رفتیم. چه شوری است که در دوری قمر میبینم. همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. آخر این خیلی نمیشود. عمر این کار را کرده نمیتواند. نمیتواند؟ و دخترم چیکار کرد؟ سرمه در اتاقش نشسته است، گپ نمیزند، خوراک نمیخورد، عذاب میکشد. ارسان است مگر تو را چند سال با امید کنند و بعد فریب دهند؟ حلیمه، همه وقت همین خیل میگویی، همه وقت دهانم را میبندی. من شمایان را آگاه کرده بودم که گفته بودم او با سنم چه علاقه دارد. تو دایم به من خاموش میگفتی. انا نتیجهش. حلیمه، با چشم مردم نگاه کردن نمیتوانیم. عدلی ها هیچ گاه اینقدر شرمنده نشده بودن. باز کی ما را شرمنده کرده است؟ از همه آدمی درستی آیله همون. انا از آنها باید ترسید. خیلی که میگویند بعضی ها گندم نما ایجاب فروشند، بد میکنند و خود را خوب نشان میدهند. با خدا این مجلس به مانند مجلس های سازمانی ملل متحد شده است. فقط گپ. نتیجه کنی امک، نتیجه این خیل نمی شود. حرکت کردن لازم. حرکت. داغن راست میگوید. باید یگان کار کنیم. من در محله با سری خم گشتن نمیخواهم. آنها را باید جزا دهیم. انیقترش عمر رزیل را. بله امک، اجازه دهید رفته با او فهمونیم. دیشب با او فهموندیم. وای دیشب بود امک. او را همین سحر جواب دادن. این خبری نو ما را شرمنده کرد امک. یگان کار نکنیم در محله شرمنده میشویم. راست میگوید. بله. اکای حمزه شما آنها رو گوش نکنید. من میگویم عمر رو جغ زده گوش کنیم. حتی آدمی رو که دور میکشن حق گپ زدن من هم همین خیلی. من باوری ندارم که عمر این کار رو کرده باشد. اگر عمر در پیش چشمت آدم کشد نکشته است میگویی، برای تو وی فرشته است. نامرد با سرمه نامزد است و سرمه را به آبرو کرد. فهمیدند که کودک میشود زود خانه‌دار شدند. و این شرمندگی چه طاقت میکنید؟ این چه خلایل است؟ عدلی ها شرف ندارند مگر؟ این چی گپ؟ امک
ما با فکرت میرویم. التماس ما رو منع نکنید. رفتیم فکرت. اگر آنها رو من کنید اگه حمزه آخر آنها رو میکشند اگه چه خیلی با این راضی میشوه با نام خدا عقلتان را کار فرمایید اگه جنایت صادر نکنید آخر راویه در جای شن چیکار میکنیم عمر؟ با اونها میگوییم حقیقت رو میگوییم. من دیگر طاقت کرده نمیتوانم. برای من شده عذاب میکشی عمر. تو چه خیل برادر هستی؟ اجازت میدی که این بیناموس در روی زمین گردد؟ این کار با این خداد و وای نمی شود. این کار را تنها خون تازه می کند. خون. این کاری ناموس است. فهمیدی؟ ناموس. کاری ناموس است. ناموس تو. میکشم آنها را. گوشاید! در را گوشاید! در را گوشاید نگویم! گوشاید! آدمی به ناموسی به شرف. مهراب جدیدترین فیلم سال عزم و تلاش. دلو نزدیکن چی؟ طغیان عشق. کاخ باربد. شکست آرزوها. آخر شکارش برار میگیرد. احساس تلخ و درد شیرین. یک هفته شد حتی خبر نیست. فاجعه روزگار 12 فوریه کاخ باربد ساعت 14 یک جای با سایر سینمای نو. бо донистани калима ва вожаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. вожаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. فیلم سیراج‌الدین غفاری. شاید باید پیدا شود. من همین کس را میشناسی؟ فهمیدی جنگی و تو یک سپارش قطعی دفتری سیویلی است. ما در اقتصاد موظف چیز میده. کسی کیسه؟ هفته آینده توی نداشتانی نامی زبون مسکو دوشنبه همشهر اکشن فیلم سکوت تولد سینمای نو روزهای نزدیک. چی من علی را دوست می‌دارد. جوابم را داد. در فروش استودیوی سوربن. بس سکوت نسخه اصل تنها از جانب استودیوی سوربن. فکرت نکن، بیعقلی نکن فکرت. پران به ناموس ها را فکرت. چرا ایستاده پران؟ هر دویشان را
نه همین خیلی فکرت کار تمام. میکشم لعنتی ها را، من آنها را میکشم. این افلاسی را تازه کردن کار توست. کشاید در را پیدا موسا، کشاید در را بگیم کشاید دیگر چاره نداریم. در را میشکنیم. در کجاید لعنتی ها؟ برایت نگویم در کجاید؟ پنهان نشوید نگویم. در کجاید برایت؟ ما شما را میابیم. نمیگوریزید میابیم. فکر کردی که از دست میگوریزی عمر؟ رفتن؟ باید آنها را یابیم. با کجا رفتن؟ یک احتمال است. این لباسی در دستم بود و دریده بود، لیکن تعمیر کرده شد. اکنون مثل پیشتر نو است. عزیزانم، یک چیز پرسم، شما هم لباسی دریده دارید مگر؟ همینطور آقای دکتر؟ همینطور معلمه دخترم؟ گوش کنید، لباس گفتن یک چیز به یادم آمد. لباس عیب رو میپوشاند، اوریان را پناه میکند. انسان باشه لباس میزیبد، نمیتونی؟ اگر انسان بیاد که لباس چی است؟ درون بیرون آدم باید یک رنگ باشد. درون بیرونش را یک کرده بعد به بیرون میبراید. این کاری کردهش راست است یا خیانت؟ خیانت میشه آدم که قربان. گوش کنید عزیزان، یک وقت دو برادر بودند. یک نفرش خواندن رو انتخاب کرده به مدرسه میرود، دیگرش درویشی رو انتخاب میکنه. برادری اول خواندن رو انتخاب کرده به مدرسه میرود و دیگرش درویش میشود. درویش یک موش رو در خانهش میبیند، چیزی به دستش آمده رو گرفته میزند و موش رو میکشد. گرد اطراف همه این رو میفهمند، ولی خودی درویش در دلش میگوید که به خون این بیچاره زمین شد و برای گناهش رو بخشیدن موش مرده رو در بغلش گرفته میگردد. نماز میخواند، دعا میکند، امیدوار است که گناهش تازه میشود. از من چند وقت میگذرد و به موش مرده چند وقت زندگی میکند. یک روز برادرش به خانه میآید، بعدی سلام و احوال پرسی از حال موش با خبر میشود. تو میدونی این قدر وقت این موش رو میکشانم، گناه هم ریخته است مگر؟ برادرش میگوید که به خدا عاقبت گناهت رو نمیدونم، لیکن این قدر وقتی که نماز خواندی شاید قبول نشده باشد. یعنی گفتنی هستم که درویش جاهلی که با موش میگشت به مانند یک موش مرده است. بله، به مانند یک موش مرده است. نیتش خوب لیکن گناهکار است. مایلش عزیزان، مایلش. شما به گپ‌های من اهمیت ندهید. من بعضا مثل دیوانه ها گپ میزنم. خیلی که میگویند همدمی دیوانه باید دیوانه باشد. از آمدن و رفتن ما سود کو، بستار وجود بودی ما پود کو، و از آتش چرخ چشم پاکانی وجود می سوزد و خاک می شود دود کو. بیشتر نگویم، بیشتر. ما قرارمون رو برآوردیم، کسی پیش راهمون رو نگیرد. اکای حمزه، اویلمون رو به این جنایت اجازت دادی. فکر کردید که جواب این رو به پدرم چقیل میدید؟ هیچ کس رو کشتنی نیست رو بیا.
تنها کمی به او درس آداب رو یاد میدهند وگرنه در محله دیگر سرمان رو برداشته نمیتوانیم. درس آداب میدهند؟ داغن درس آداب میدهد یا فکرت؟ شما ندیدید که آنها برای کشتن رفتند یا نشونیدید؟ روبیا اما که قربان گپای عجیب میگوید. با اینجا بیا سلام. با او کاردار نشوید. روید از اینجا. گپ میزنیم. کمک کنید. کمک کنید. سردید. این خانم خروجی دارد. لعنتی تو دست دراز میکنی. رفتیم سر. روید از اینجا. لعنتی ها. روید از اینجا. کف شوید. آبی رو میدهی بایتا. کارمون تمام نشده است. سلاح را ده با من. شراطی ها رو خالی نکردی. در بین کوچه چی خیل میشود دوغن؟ آخری این خدر آدمان شاهد میشوند. ترسونچک ترسونچک یک طرف ایستا. Gelir de kulaklarım seslenir. Gel yarim gel, divan gel. Yağmur yağar zinirlerin ısladı. Yağmur yağar zinirlerin ısladı. Var git duman şu yaylan üstünden. Gel yarim gel, divan gel. Var git duman şu yaylan üstünden. Gel yarim gel, divan gel. Gel yarim gel, divan gel. Var git duman şu gel yarim باید این رو برگردانم. زنی من تو هستی. خوراک تیار است. یکون چیز خوردن میخواهی؟
تو تا حالا گریه میکنی؟ تو چه خیل زن هستی؟ من مادرم جنابی هوشی، مادرم فهمیدی؟ وای دختری تو هم هست. جگر بندم با وضعیتی بدی افتاده است و من رو میشم. و تو چند مراتبه گفتم من این خیل دختر ندارم، او مرده است، فهمیدی؟ آقای هوشی، دخترم رو یک مراتبه هم پدری نکردی، همه‌اش از برای تو. اگر پدر شده از دستش میگرفتی این خیل نمیشد، فهمیدی؟ اکنون من گناهگار شدم؟ من گفتم که به اخلاقی کنه ده؟ گبزن آخی. حافظ من دخترم رو دیدن میخوام، فهمیدی؟ دخترکم دخترم. سرمه چیز نمیخوره دنگا؟ تو خوردن گردوغن و از دین بوز چیزی نمیخورد. همین قدر گفتم گوش نمی کند. با او گپ زده میتوانم؟ حاضر نمیشود دوغان. چرا نمیشود؟ شاید عقل سرمه را به جایش میگذارد و او کمی به خود میآید. چند ساعت باز خاموش است، از او طاقش نمیبراید. آه دخترکم، این عمری بی ناموز تو رو فریب داد. آسان است مگر؟ رو دوغن، به نزدش رو، گپ زن، از دیلش برون. رو. خیلیگاه نکن همزه، چی من دروغ گفتم؟ با اشتیای تو این خیلیگاه نکن که نان از گلویم نمیگذارد همزه. سلام سلمان. سلام گفتم سرمه. با تو گپ زدن میخواهم. باید گپ زنم. سلام، خوبی؟ بیا گذشته شین. خوبم. اگر خوی دمگیر امروز خیلی مونده شدی. کمی بهتر شدی؟ اکنون این حالت زود می شود. همه فکر میکنند که این از تو است. این رو چه قبول میکنی؟ شد سنم، این موضوع رو محکم میکنیم. تو چه خیلی انسان هستی عمر؟ چه خیلی من رو قبول کردی؟ برای من چی کارها میکنی؟ چرا میکنی؟ چرا؟ حتی برای من شد از عشق قدروی گرداندی، همه چیزت رو فدا کردی. کاش که میمردم. برای چی نگذاشتی که بمیرم؟ برای چی؟ نمیگذاشتم که یک آدم تا ابد در آتش سوزد. من یک قرار دادم سنم، یک محور کشیدم و در این محور حقیقت داو زدن رو انتخاب کردم. کارهایی کردم خطا باشد، جزایم رو میبینم. وقت دارویی همه چیز است سنم. تو هم چخیل گویم، طاقت کن، تقدیر البته یک راه نشان میدهد. من یک آدمی پستم، باید به تو اجازت نمیدادم. التماس سنم، وای سنم، التماس. هیچ وقت اینقدر جسور نبودم سرمه. نمیدانم امروز در نزد تو میدانی تو رو دوست میدارم، دیوانه‌وار دوست میدارم.
تمامی دیوانگی هایم از برای تو شده است. میدانی برای تو دنیا را چپه کردم و چپه میکنم. با تو از کودکی مثل دیوانه عاشق بودم سرمه. تو رو همه وقت با اون من رشک میکردم. میدانی با من یک فرصت میدادی سرمه. اکنون آدمی خوب شدن میخواهم. اکنون بیعقلی کردن نمیخواهم. مرا تنها عشقت نجات داده میتواند. قسم میخورم تو عمر رو فراموش میکنی. چون دوستت میدارم که هیچ کس رو اینقدر دوست نداشته بودم. التماس میکنم و من یک فرصت ده سرمه. از دستم دار. آنها انتخابشان را کردن. بیا ما هم انتخاب ما رو کنیم. خانه‌دار شویم. با من خانه‌دار شو سرمه. بر قصد آنها خانه‌دار شویم. من تو خودت کی هستی دوغان؟ ها؟ کی هستی؟ چرا من باید به تو به شوهر برویم؟ چه خیل من به تو بدین کسی پست، رزیل، ظالم، به تربیه، کسی که نه حق و حقوق رو میدوند، نه شر میدارد، نه از خدا میترسد به شوهر میبرویم. تو خودت رو اداره کردن نمیتوانی چه خیل من رو صاحبی میکنی؟ تو 5 تنگه هم نمیستی. در چشمم یک ذره هم قدر نداری. به تو نفرت دارم. میفهمی؟ نفرت. از آنی که بود تو بر این آدم خاندان میشوم مردنم بهتر است. تو به یک ناخونی پای عمر نمیارسی. اکنون از نظرم نیست شب که به تو نفرت دارم. یعنی به من نفرت داری؟ همین طور؟ درست؟ عمر که تو رو اینقدر پس زد باز او را دوست می‌داری. همین طور؟ مایلش تصمیمی گرفتت را حرمت میکنم. دیگر سخن ندارم. برای کار. سنم مادام که تصمیم گرفتیم طاقت میکنیم، زهر میخوریم لیکن به همه تبسم میکنیم گویا که عسل خوردیم. دیگر چاره نداریم. تو رو در باغ انتظار دارم سرمه. وای، مرا با بیمارخانه جیغ میزنند. سلام درختم.
آمدم. از همه آدمی بد، شرمنده، منافق، ناموفق ترین دنیا داغه. حاضر می آیم. تو دروغ گفته نمیتوانی عمر، نمیتوانی. هر کاری کردم نشد. خود را از طرف آنها گرفتم. حرکت کردم خوب شوم. همه راه ها را سنجیدم. نتوانستم. موفق نشدم. و عمر بای دادم. سرمه را گرفتن نتوانستم. میدونی درختم همه به من نفرت دارند. از من. از خودم نفرت دارم. من هم نفرت دارم. نه نفرت دارم. یک حرامی هستم. نه زنده ماندن من همه وقت بلا می آورد. فهمیدی درختم؟ نه یک حرامی هستم که باید به اخلاق پرتایم. مادام که این خیل آدمم، مادام که من باید بمیرم، غیر از من دیگر هیچ کس مرا نباید کشد. بله من برای خودم بسم. چی گفتی درختم؟ با من چیزی گفتی؟ گفتم تو را گوش میکنم. باری آخیر البته. دیوانه بیحق دیوانه اگر در این محله یک حرامی باشد تو نیستی. یک حرامی باشد اوست. عمر وی باید بمیرد. تشکر سرما برای فهمیشت. با من فرصتی فهموندن دادی. من چرا با من چنین کردی؟ آخر تو مرا کشتی. در تو یک ذره هم مردیگری نمونده است. اگر یکون قاتل آمده مرا پروانه دارم. گوشتی بدنم رو ریزه کند، چشمانم رو کور کند. اینقدر درد نمی کشیدم از اونه که تو عمر با من چنین کردی. بیکارت کشتی، قلبم رو شکستی. تو تمام امید و آرزوهایم رو، حیاتم رو نابود کردی. تو از همه آدمی بدترین، پسترین و رزیلترین دنیا هستی عمر. تو رو چشمی دیدن ندارم عمر. سرما
التماس بس کن. التماس. تو حق نداشتی که با من چنین کنی. اگر با من راستش رو میگفتی که با سنم خونه دار میشوی، چون که او از تو فرزند انتظار است. من اینقدر نمیسوختم، بفهمی؟ نمیسوختم. سرما چخیل با تو بگویم؟ با تو بگناه بودنم رو چخیل فهمونم؟ کنی بگوی آیا تو مرا یگان ذره دوست می داشتی عمر؟ نخود همه سخنهایی گفتن همش دروغ بود. نخود همش دروغ بود. نخود. حیف به تو عمر. حیف. نه حیف به من. بله به من. حیف به چشمانم که بسیاری تو با امید نگاه میکردند، روی تو رو میپاییدند. حیف به قلبم که در هیجان تو میتپید عمر. حیف به زبانم که در یک روز 100 بار نامی تو رو گرفته تو رو دوست میدارم میگفت. سرما سنم طاقت کرده نمیتوانم. عمر گپهای سرما من رو میسوزاند. این بار رو برداشته نمیتوانم سنم. این قدرش رو برداشته نمیتوانم. ما باید این کار رو نمیکردیم. خیلی عذاب میکشم سنم. قوتم دیگر نموند. عمر خدا جان با من کمک کن. خدا جان کمک کن. من تنها یک جان رو نجات دادن خواستم. نمیدونستم که جزایش اینقدر وزنین است. خدا جان با من قوت ده. قوت ده، صبر ده که این بار رو برداشته توانم. خدا جان. عمر در کجایی؟ آخر در کجایی؟ بعضی ها حیات را با فاجعه مقایسه می کنند. اساساً حیات میدان امتحان زیبایی ها می باشد. این میدان شب و روز باید روشن می شد. متاسفانه او را تاریک کردند در محوری حقیقت. پس آن با تاریکی ها غم ها در گرد و اطرافمان می شود. در تاریکی یک نور می کابیم. این خیل آدمی که به راه می براید پشتیبانش به او می گوید معلوم نیست که کارهایت به چی می انجامد. می داند که حریفش شمشیر ظالم است. یک شمشیری که باید طرفدار کجیها خطاگیها باشد. تاراز شدن کجیها وقت همیشه طرفدار او می باشد. و همه وقت یک ذره از این کجیها هست، لیکن برای آن که نیتش دروغ است حتی وقت هم از پس نصیحت او می شود.
لیکن کارها تا وقتی که در محور حقیقت دور میزنند و او مهلت میدهند، حکمش را اجرا میکند. حیف که صبر همه وقت بر ضد بلا فکر کرده می شود. به امر اطاعت کردن، حقیقت را گفتن و به وعده دادت وفا کردن بلا را از سر انسانی بیگناه دور می کند. اما بعضا بلا راه یافته به انسانی بیگناه هجوم می کند. کجایی عمر؟ از من همه چیز را بودی. بس بودگیست. سرما را دوست می داشتم، گرفتی. سنم را دوست می داشتم، او را هم گرفتی. در این محله به هر دوی ما جای نیست بیتار. باید یک نفرمون نیست شود. اول من روم گفتم، لیکن نمی شود. آخر می فهمی بیتار، من هنوز برای مردن آماده نیستم. پس اون گفتم هر وقتی که برای خود یگان چیز آرزو کنم، صدی راه هم می شوی. هستی تو مرا ناراحت می کند. مرا می کشد، می فهمی؟ برای آن که زنده مانم باید تو بمیری. دیگر چاره نیست، می فهمی؟ یگانه چاره این مردن توست. سلام